امروز میخوام درباره زنی باهاتون صحبت کنم که پشت در بسته اتاق درمان از اعتمادش سوء استفاده شد و از همه مهمتر بهتون یاد بدم که چطور وقتی مدرک نداریم و کسی حرفتون رو باور نمیکنه حقتون رو پس بگیرید. درود به همگی. من وکیلم، اما این بار نه از زبان قانون، از زبان بدن زنی که وسط درمان، جایی که باید امن‌ترین نقطه جهان باشه، بهش خیانت شد. پرونده‌ای که امروز باز میکنم از اوناست که وقتی بهش فکر میکنم سکوت سردی میشینه ته دلم. از اون سکوت‌هایی که ذهن نمیتونه توضیحش بده ولی بدن اونو میشناسه. زن پرونده من نه مست بود، نه در مهمانی بود و نه جایی که خطر قابل پیش بینی باشه. اون روی تخت درمان بود، جایی که باید امنیت و مراقبت وجود داشته باشه. قبل از جزئیات میخوام چند تا جمله از صدای خود زن براتون بگم، همونجوری که برای من تعریف میکرد. میگفتش که من قشنگ یادمه که من با چه نیتی اونجا رفته بودم. نه از روی کنجکاوی بود، نه از روی هیجان بود و نه ضعف داشتم، فقط می‌خواستم حالم بهتر بشه. و پزشکم بهم گفتش که اینجا امن، کنترل دست خودته، هر موقع خواستی میتونی متوقفش کنی. و من واقعا فکر کردم که میخواد کمکم کنه. یه لحظه حس کردم که بدنم از من جدا شد. خواستم بلند شم، نشد. خواستم حرف بزنم، صدای از من بیرون نمیومد. من میخوام حقمو بگیرم، حتی اگر نتونم توضیح دقیقی بدم و میدونم که مدت زیادی ازش گذشته. من میتونم کاری انجام بدم. وقتی داشت اینا رو تعریف میکرد صداش صاف بود اما دستهاش میلرزید، انگشتاش تو هم دیگه قفل میشد، شونه‌هاش جمع میشد، انگار دوباره داشت همون لحظه رو زندگی میکرد. و من به عنوان وکیلش فقط داشتم به یه چیزی فکر میکردم: چطوری میشه سوء استفاده جنسی رو ثابت کرد وقتی که نه بدن جنگیده، نه فرار کرده، فقط خاموش شده. پزشکم که میگه هیپنوتیزم که فلجت نمیکنه، ارادتو که ازت نمیگیره، درست، ولی بدن همیشه جنگجو نیست، گاهی فقط خاموش میشه. و این درست همون جاییه که قانون عقب میمونه، چرا که قانون دنبال خراشیدگی، پارگی و کبودی میگرده. و این پرونده هیچ کدوم از اون نشونهایی که قانون دوست داره ببینه رو نداره. اینجا بود که فهمیدم که این پرونده فقط درباره یک پزشک نیست، درباره صدای زنیه که دیگه نمیخواد سکوت کنه و تن زنی که بالاخره میخواد شنیده بشه. چون عدالت زنانه فقط رأی دادگاه نیست، یعنی زن دوباره صاحب تنش بشه، سکوت شکسته بشه و از قربانی به صاحب حق تبدیل بشه. بله، زن برای پاک کردن رنج‌های قدیمیش به روانپزشک مراجعه کرده بود که هیپنوتیزمش کنه که شاید حالش بهتر شه. پزشکم که شروع کرده بود ریلکس کن، از 100 بشمار، چشماتو ببند و درست همون جایی که باید درمان شروع میشد همه چیز منحرف شد و کارهای انجام داد که هیچ ربطی به درمان نداشت و اتاق درمان شد صحنه‌ای که تن زن در اون بی صدا فریاد زد. الان سوالی که براتون به وجود میاد اینه که خب ما هیچ مدرکی نداریم، مقاومتی هم که صورت نگرفته، پس پزشک قانونی هم نمیتونه تشخیص بده و ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. ولی نه، اینطور نیست. در ادامه ویدیو ببینید که چه اتفاقی افتاد. وقتی پرونده رو بررسی کردم متوجه شدم که این پزشک اصلا روانپزشک نبوده، یعنی خودش رو روانپزشک جا زده بوده. پزشک قلابی بوده که این روزها هم خیلی زیاد شده و یکیشون هم جدیدن خیلی وایرال شده، فکر می‌کنم دیگه همه دیدین. الان عذاب وجدان نداره چون خیلی از اون خانم‌ها نمیتونن دیگه به حالت طبیعی. اون خانم‌ها همشون جایزه بگیرن. یعنی هیچ آسیبی بهشون وارد نشده. شما یعنی دارید به افراد همه چیزایی که کمیسیونی‌ها همشون 2%، 3%. اگر تجربه از پزشک قلابی داشتی حتما توی کامنت ها بگو، چون کمک میکنه که دیگران هم از تجربه تو هوشیارتر بشن. جلوتر که رفتم دیدم این آقا شاکیان بسیار متعددی داره و این خودش نشون میداد که رفتارشون سیستماتیک و تکراریه، نه یه اتفاق منفرد. مدارک دیگه‌ای هم داشتیم مثل پیام‌های ارسالی بعد از حادثه و شاهدانی که همسایه‌های خود این آقا بودن و با جمع این مدارک ما در نهایت تونستیم ایشون رو محکوم کنیم. نکته مهم این که زن بالاخره از نظر روانی و احساسی بالاخره از سکوت آزاد شد و صداش شنیده شد. در ادامه میخوام بهتون بگم که در این مواقع برای اینکه حقتون ضایع نشه قبلش باید چیکار کنیم. قبل از جلسه هیپنوتراپی اینها رو بدونید. مدرک درمانگر رو بپرسید، دقیق و شفاف. درمانگر باید قبل از شروع توضیح بده چه اتفاقی میفته و چه اتفاقی نمیفته و شما هر لحظه حق توقف دارید. نگران نباش، توضیح نیست. جلسه باید در فضای امن باشه، بدون قفل، بدون تاریکی مطلق، بدون پنهانکاری. دوربین و ضبط صدا باید با اطلاع و رضایت شما باشه یا حداقل امکانش وجود داشته باشه.
کسی که از ضبط صدا میترسه معمولاً از شفافیت میترسه. درمان سالم با فاصله انجام میشه. هیچ کس حق نداره بدن شما رو لمس کنه جز در موارد محدود و از پیش توضیح داده شده. مثلا لمس شانه برای بازگرداندن توجه، آن هم با رضایت آگاهانه. جملاتی که هر زنی باید بلد باشه: من با لمس بدنی، داروی بدون توضیح، فضای مبهم یا جملات القایی موافق نیستم. و اگر اینها رعایت نشد و برای شما اتفاقی افتاد، این کارها رو انجام بدید. با 110 تماس بگیرین و صورت جلسه کنید. هر چیزی رو ثبت کنید: تاریخ، ساعت، اسم درمانگر، آدرس، جملات گفته شده، لمس، دارو، شرایط جلسه حتی اگر ناقص است. پیام ها، رسید پرداخت، نسخه دارویی، نوبت‌دهی، صدا یا هر مدرکی رو نگه دارید و پاک نکنید. با یک فرد امن صحبت کنید. تنها ماندن آسیب رو عمیق‌تر میکنه. در اسرع وقت به پزشک قانونی مراجعه کنید حتما. و یادتون باشه وقتی مرز درمان شکسته بشه، سکوت وظیفه شما نیست. امنیت و بدن شما مقدم بر هر عنوان و موقعیت حرفه‌ایه. این پرونده فقط برای من یک پرونده نیست. یادم میندازه که چطور ترس، سکوت، قدرت نمایی میتونن پشت در بسته اتاق درمان پنهان بشن ولی روی تن زن باقی بمونن و هیچ وقت پاک نشن. این اولین بار دارم این داستان تعریف میکنم ولی آخرین بار نیست. هنوز خیلی پرونده است که باید از سایه در بیارم. اگر نمیخوای حقت پایمال بشه، ویدیوهای بعدی رو از دست نده.